اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش می‌خریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی. شما بر فرمایش ایشون تلاش کردیم خارجی‌ها رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر. الحمدلله من دارم کم کم میفزن چرا پوشک گرفته میشه ها، یعنی دارم از این حد، ولی مردم چی کار میکنن؟ بعد شما حالا اینو بیا تو شیر خشک، بیا توی سایره. ببین ما میگیم راهکار بدید. آقایی که بر یک جنس ایرانی یک مسیری ادعاهایی شعارهای مطرح می‌کنه، بگی آقا این خانواده که حقوقش خیلی تفاوت نکرده، باشه حقوقش بیش از 2 برابر 3 برابر شده، یعنی اگه 20 میلیون حقوق میگرفت الان 60 میلیون میگیره؟ طبیعتا اینجوری نیست. پس بنابراین این مردم در فشار اقتصادی اما مقاومت میکنن، در فشار اقتصادی اما پای جمهوری اسلامی وایسادن، در فشار اقتصادی پای انقلاب وایسادن، پای رهبرشون، پای من میخوام بگم که همه این پازل با هم ببینید و بالاخره یک جایی این آرمان و شعار رو که حتما لازم و درست باید هم در این کشور باشه با واقعیات جامعه بالانس کنیم، تطابق بدیم، بگیم این واقعیات امروز کشوره، این واقعیات دل ماست